معروف ترین سلاح دنیاست، اما خیلی چیزا هست که در موردش نمیدونی. این اسلحه توسط میخائیل کلاشنیکوف، یک مرد اصالتا روس ساخته شد که بعدها به اسم کلاشینکوف و AK-47 هم شهرت یافت که در واقع AK مخفف اتومات کلاشنیکوفه، یعنی اسلحه اتوماتیک کلاشنیکوف، و عدد 47 هم برمیگرده به تاریخ افزایش تولید این اسلحه، یعنی سال 1947. میخائیل کلاشنیکوف AK-47 رو با الهام گرفتن از دو اسلحه M1 آمریکایی و STG-44 آلمانی که توی جنگ جهانی دوم دیده بود ساخت. برای اینکه کار کردن با این سلاح خیلی راحت و سریع آماده میشه و توی مناطق مرطوب یا گرم و خشک از کار نمیفته و جدا از اون به خاطر عملکرد بی‌نظیری که داره تبدیل شد به رایج‌ترین اسلحه دنیا. از سال 1947 تا الان بیش از 100 میلیون قبضه از این سلاح به صورت قانونی یا غیر قانونی ساخته شده و بین مسلسل‌ها AK-47 باعث بیشترین تعداد کشته توی دنیا بوده. حالا شما بگید اگه یک کلاشینکوف بهتون بدن باهاش چیکار میکنی؟ اگه دوست داری هر روز بیشتر بدونی با راست فکت همراه شو.